کعب ابن اشرف شعرها می نوشت مانند بلاگ نویس های و فیسبوکی های امروزه به پیامبر صلی الله علیه و سلم و به زنهای مسلمان ها زبانی بد می رسانید، اذیت می داد با شعرش. اون وقتها یگانه آدم هایی که مقاله های بد را پهن می کردن همین شاعرها بودند. اینها علکه یعنی که آبونچی های خود را داشتند، در بین مردم آبرو داشتند و شعرهاشون تیز پهن میشد. علکه درباره پیامبر صلی الله علیه و سلم و مسلمان ها شعرهای تنقیدی می نوشت که این از روی آن قانونی که روز اول وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده بودند با یهودها عهد و پیمان گرفتن این کار ممنوع بود. غیر از این در حال سوار شد به مکه رفت برای تعزیه و برای دلبرداری و همزمان برای شورانیدن اهل مکه علیه مسلمان های مدینه شعرها می نوشت و در شعرهایش خودش اون مردم قصاصگیر است، مردم قصدگیر است، لیکن این رفته نامهای آنها رو گرفته در حق آنها شعر گفته گریه میکرد. یعنی بر بالای مصیبت مردم با غضب آنها رو میشورانید، می آورد، جمع میکرد. مقصد این که جنگ شود بین مشرکای مکه و مسلمان های مدینه. خلاصه وقتی که به مدینه برگشت باز به نوشتن شعرهایش ادامه کرد. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم یک روز خیلی که در صحیح بخاری و مسلم آمده است گفتن که من لکعب ابن الاشرفی